این یه بستنیه و قرار شد که ما این همه راهو بدویم قبل از اینکه بستنی آب شه. پس بستنی رو زمین گذاشتیم و از خونه زدیم بیرون تا شروع کنیم به دویدن. اوایلش آروم آروم قدم زدیم تا اینکه گرم کنیم. بعد اینکه گرم کردیم شروع کردیم به نرم دویدن. نرم دویدیم، رفتیم تا اینکه به 1/3 راهمون رسیدیم و خواستیم 1/3 بعدی رو خیلی تند بدویم. دویدیم از موانع رد شدیم، ولی بعدش خسته شدیم و یه ذره دیگه دوباره قدم زدیم. بعد اینکه قدم زدم خیلی کم مونده بود برسم، پس شروع کردم دوباره به تند دویدن. رفتم از کوچه پس کوچه گذشتم و به بستنی رسیدم. بستنی رو برداشتم و حالا منتظریم که ببینیم بستنی چجور شده. و توی یک اتفاق خیلی تعجب آور فهمیدیم که بستنی ما آب شده. متاسفانه بله، حیف اون پولی که دادیم، حیف. حداقل تو صابمون کن مشتی. فعلا